سلام به عزیزای دلم. ممنون که توی فیلم دیگه دارین همراهی میکنین. بریم که با هم این کیک مقوی بسیار خوشمزه رو برای بچه هامون درست کنیم. فقط ببینین که چه اسفنج نرمی در اومده این کیک. بی زحمت قبل از شروع پخت کیکمون برای حمایت ازم کانالم رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ممنونم ازتون. 4 پیمان آرد گندم تو ظرفم میریزم. من از این لیوانای دسته دار که تو هر خونه ای پیدا میشه به جای پیمانه استفاده میکنم. به اندازه دلخواه کشمش و خرما میریزم. با دست و دلبازی زیاد گردو رو به موادم اضافه میکنم. 2 پیمان شکر به 5 عدد زرده تخم مرغم اضافه میکنم. هم میزنم تا با هم مخلوط شن. سفیده های 5 تا تخم مرغم رو که از قبل جدا کردم چند دقیقه با همزن میزنم. به حدی با همزن میزنم که سفیده تخم مرغم به حالت خامه‌ای شکل بگیرن. همینطور که تو فیلم مشاهده میکنید وقتی ظرفم رو برمیگردونم نباید به هیچ وجه سفیده های تخم مرغم از ظرف بریزه. به اندازه 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر به موادم اضافه میکنم. زرده تخم مرغم که با شکر مخلوط کردم به موادم اضافه میکنم. نصف پیمان گلاب میریزم. به اندازه 1 پیمانم شیر میریزم. مواد رو با هم مخلوط میکنم. به این غلظت که رسید نوبت اضافه کردن سفیده تخم مرغمونه. حواسمونم باشه که سفیده تخم مرغ و مرحله آخر میریزیم که پف کیکمون نخوابه. سفیده تخم مرغمون که خوب با مواد مخلوط شد مقداری روغن به موادمون اضافه میکنیم ولی دیگه زیاد هم نمیزنیم. کف قالبمو با دور تا دورش رو چرب میکنم. قالبمو که کامل چرب کردم همه موادمو تو قالب خالی میکنم. یکم هم تکونش میدم که هوای داخل مواد خالی شه. درجه توسترم رو روی 180 تنظیم کردم. تایمرم هم روی 35 دقیقه گذاشتم. المنت بالا و پایینم روشن کردم. بعد
از 35 دقیقه که تایم پخت کیکم تموم شد، برای اطمینان بیشتر از اینکه مواد داخل کیکم کامل پخته باشه، در توسترم رو باز میکنم، یه سیخ چوبی به داخل کیکم میزنم. اگه موادی به سیخ چوبیم نچسبید یعنی داخل کیکم کامل پخته شده. امیدوارم شما هم این کیک بسیار خوشمزه رو درست کنید و با عزیزانتون نوش جان کنید. ممنونم که همراهیم کردید. تا آشپزی دیگه، خدا نگهدارتون.